رئیس جمهور کرزی در مراسمی که با حضور مقامات ارشد دولتی و شمار علمای کشور در هر ریاست جمهوری برگزار شده بود، تشویق این کودکان به اعمال خرابکارانه را اقدامی برای بدنام ساختن اسلام خوانده بستن بم به جان کودکان را ظلم بزرگ خواند. اوه شمس ظلم دی پر دی وطن، پر بچه‌های دیر ظلم دی، پر اسلام ظلم دی در پایتر، پر اسلام ظلم، پر اسلام ظلم، پر اسلام ظلم دی بچه‌ای بم پورتوری وای ورسه خطاباسی تو جوړه مرموی به بل کې مشته. آقای کرزی تاکید کرد پاکستان و دیگر کشورها کودکان خود را آموزش میدن تا دکتر و انجینر شده برای آنها بمب اتم بسازند، اما کودکان افغان را به حملات خرابکارانه تشویق میکنند. پاکستان نور وطنونه خپل تاغوندې بچي ډاکټر کوي، تعلیم ځان ته کلک سړک جوړوي، صحیح مکتوبونه جوړي، اتم بم جوړي. از سوی هم نصیر پسر 8 ساله که باشنده ولایت قندهار از گفت طالبان وی را تشویق کرده بود که در نزدیکی یک پاسگاه امنیتی حمله انتحاری انجام دهد و این حمله وی سبب کشته شدن امریکاییان خواهد شد. ما د کله زموږ سره ونه خشنګي کوله بیا ویلو مېره پرېږده کور ته زه چې دوریام یو میاشت مې وویل سبق مې یو میاشت وویل بیا دغه بعد یو 15 دانې باندې صدري واغوستلې راوایستل پاکستان افغانستان ته. یاسین پسر 12 ساله دیگر که باشنده ولایت کابل است میگوید وی در مدرسه در پاکستان برای انجام حمله انتحاری در افغانستان تشویق شده بود. او میگوید در این مدرسه با وی گفته شده بود که اگر در افغانستان حمله انتحاری انجام دهد به جنت خواهد رفت، زیرا پیامبران و صحابه نیز این کار را انجام داده بودند. خلاص بیزت ما ته ویل ته انتحاری د ځان تشویق بس جنت ته ځي او پوری دي تاسو موږ علما وی پیغمبرانو دا کار کړی، صحابه دا کار کړی. نور محمد باشنده ولایت غزنی گفت طالبان در مدرسه با وی یک واسکت انتحاری و یک تفنگچه دادند و از وی خواستند تا گروه بازسازی ولایتی را هدف قرار دهد، ولی وی خود را به نیروهای امنیتی افغان تسلیم کرد. او در این نشست گفت به دلیل اینکه طالبان وی را زنده نخواهند گذاشت نمیخواهد به ولایت غزنی بازگردد. امریکایان اوري عسكر و د دروازه کې ولاړ اته سي زور ورته تسلیم سوم ته پنځه عسكر توار کاو دا کارو تسلیم سولورته او اته اوري وم پیغه پرتکی. با این همه قیام الدین کشاف رئیس شورای سراسری علمای افغانستان گفت اشخاصی وجود دارند که خواستار ویرانی افغانستانند و نمیخواهند کودکان کشور تحصیل کنند. تاسو صدیران یا تاسو مکلف نه یې، تاسو معصوم یې. دا ډیره لویه جفا ده چې د وړو ماشومانو تر ملا بم وتړل سي او هغه پاش لاړ سي په بند کې او نور د ځان سره ووژني او مور او پلار یې په ژړا او په ویر ورته کیني. اما بازم نصیحت ما اینا به است که اینا اثر خوب شان شوند و دوباره فریب دشمنان افغانستان را که اونا همیشه میخوان افغانستان در آتش بسوزه، افغانستان خراب شود، افغانستان بیرون شود، افغانستان پس ببانه، افغانستان در آتش خون بسوزه، فریب اونا را نخورند و فکرشان نبگیرند. از سوی هم آقای کرزی برای رئیس عمومی امنیت ملی دستور داد تا تعداد از این کودکان را که به عمر قانونی نرسیدند و از سوی دشمنان افغانستان به انجام حملات انتحاری تشویق شدند تا چند روز آینده آزاد نموده و با فامیل‌هایشان تسلیم کنند و برای شمار دیگر این کودکان که زندگیشان در خطر است به خانه‌هایشان رفتن نمیتوانند محل مناسب برای آموزش و بود و باش آماده سازد.